سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دل، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب و درجه یک باشی انشالله. همونطور که در جلسات گذشته در مورد ساختار روند نماد صحبت کردیم، در این جلسه میخوایم در مورد قسمت دوم بخش استراتژی یا رکن تخصص صحبت بکنیم. ما در جلسات گذشته گفتیم که برای موفقیت در ترید باید 3 رکن رو همیشه مد نظر قرار بدیم تا بتونیم انتظار موفقیت رو داشته باشیم. تا زمانی این 3 رکن رو به یک اندازه با قولی بهشون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار موفقیت در این مسیر رو داشته باشیم. رکن اول مباحث مرتبط با ذهنیت و روانشناسی. رکن دوم مباحث و موارد مرتبط با روتین زندگی و لایف استایل و سبک زندگی یک تریدر که منجر میشه به یک شخصیت تریدری حرفه‌ای. و در نهایت رکن آخر رکن تخصص که مسائل و موارد مربوط به استراتژی، هم از ساختار و هم از ورود، هم از انواع مدیریت های ریسک، سرمایه و معامله رو شامل میشه. در جلسات گذشته که در 2 جلسه گذشته در مورد ساختار شناسی که قسمت اول رکن تخصص بود صحبت کردیم. الان بریم روی چارت که یک توضیح مختصری روتینوار انجام بدیم در مورد ساختار شناسی و هدف از ساختار شناسی رو اونجا بگیم و بعد بریم مسئله‌ای که در این جلسه باید یاد بگیریم و شروع کنیم ساختار ورود که فکر می‌کنم 3 الی 4 جلسه در مورد ورود باید صحبت بکنیم حداقل، و در ماه‌های آینده به مرور زمان این بحث ورود به معامله رو کامل و کامل‌ترش می‌کنیم. چرا؟ چون مسئله ساختار یک به قولی یک مقوله کاملا مشخصه. شما ساختار رو باید ساختارمند ایجادش بکنید در روی چارت و بعد برید سراغ ورود. ورود مملو از نکات و جزئیات است. اینطوری بهتون بگم، در ترید برای که شما یک ورود کم ریسکی داشته باشید باید یک سری موارد و جزئیات رو در کنار هم بذارید تا اون ورود کم ریسک شکل بگیره و پارامترهای زیادی رو شامل میشه. از اون جایی که ترید یک شغل مکانیکی نیست و دیدگاه مکانیکی نباید بهش داشته باشیم، همین جزئیات هستن که ترید رو به دیدگاه یا شغل کاتیلاکی تبدیل میکنه. در مورد مکانیکی و کاتیلاکی صحبت کردیم که کاتیلاکی 2 تا اسم هم داره. حالا بعضیا میگن کیفی، بعضیا میگن مهندسی، بعضیا میگن کاتیلاکی، بعضیا میگن اسمای متفاوتی داره. اسم مهم نیست بچه‌ها، اسم اصلا مهم نیست. نیاز نیست روی اسم تمرکز کنید و در موردش برید تحقیق بکنید. ببینید شغل ترید صرفاً 1 به علاوه 1 نمیشه 2 یا 2 به علاوه 2 نمیشه 4. جواب اینه که اولا ترید ساختاری بر مبنای احتمالات داره. یعنی شما هر کاری داری انجام میدی 50-50 هستش. حالا اگه استراتژی داشته باشی، اگه که تجربه زیادی داشته باشی، اگه که هوشمند باشی، این درصده بیشتر میشه ولی هیچ موقع 100 نمیشه و نمیتونی انتظار داشته باشی که 2 به علاوه 2 در ترید میشه 4. این غیر ممکنه که دیدگاه جواب بده. توی ترید 2 به علاوه 2 شاید بیشتر از یا چند ده، چند صد، چند هزار برابر از 4 بشه و یا خیلی از 4 پایین تر. همه بستگی داره به دیدگاه و عملکرد یک تریدر. و مسئله‌ای که
شغل ترید رو متمایز میکنه دیدگاه دوم هستش که شما به تنهایی اجرای درست این نکاتی رو که در آموزش ها یاد میگیرید نمیتونه منجر به یک ترید موفق بشه. صرفا نمیتونید بگید یه خط، دو خط، سه خط رو من چک کنم پس من ورودم اوکی هستش. خیر. چرا؟ چون نکات و جزئیاتی در کنار هم باعث میشه که ما ورودی کم ریسک داشته باشیم. تازه ورودمون میشه کم ریسک، نه بدون ریسک. مصاحبه میکنم. این رو گفتم که دوباره مروری در مورد دیدگاه یک تریدر حرفه‌ای نسبت به شغلش که ترید هست رو دوباره توی ذهن شما نقش ببندم. گرچه شما قول دادید دوباره جلسات رو چندین بار ببینید و بعد از چندین بار نکته برداری کنید و تمرین داشته باشید و قدم قدم همراه من بیایید جلو. بریم روی چارت که در مورد جلسات گذشته یک توضیح مختصری رو خدمتتون عرض کنم. خب از اونجایی که من و تیمم صرفا روی طلا داریم کار میکنیم و معامله میزنیم، تمام تمرکز من و تیمم کلا روی طلا هستش و فقط طلا رو داریم ترید میزنیم چون خیلی نتیجه ازش گرفتیم و از چند نمادی فقط اومدیم رو تک نمادی و از چند استراتژی داشتن اومدیم کلا رو یک استراتژی که وین ریت بسیار بالایی نسبت به استراتژی‌های دیگه‌مون داشت. ما تقریبا 6 تا استراتژی داشتیم در ابتدای آموزش هامون که سال گذشته بود، ولی بعد از چند ماه ایده تمرکز و نیچ کار کردن که به ذهنمون رسید و خدا رو شکر خیلی نتایج فوق‌العاده‌ای بیش از اون چیزی که فکر می‌کردیم به دست آوردیم، تصمیم گرفتیم برای همیشه فعلا تا اطلاع ثانویه همه اعضای تیم و فعلا روی نماد طلا کار بکنن. به همین جهت خیلی از دغدغه‌های بچه‌ها در مورد ساختارشناسی خود به خود حل میشه. چرا؟ چون خودم در جلسات پلن در مورد ساختار صحبت میکنم و ساختار رو ترسیم میکنیم به همراه محدودهاش و آپدیتش هم هر زمانی مثل الان. امروز روز آپدیت ترند آخر طلا بود که ترند آخر طلا فعلا به این صورته. تا موقع تا چند ساعت پیش اینجا بود و الان رسیده به اینجا که تکرار لگش با توجه به آموزش هایی که دیدید تقارنش میشه اینجا. چرا؟ چون مارکت بر اساس نظم و انضباط و دیسیپلین کار میکنه و ما هم باید این رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم یک ترید فوق‌العاده داشته باشیم. ببینید من مختصر مسائل فنی رو خدمتتون عرض میکنم. قرار شد که ما چارتمون رو به صورتی حالت سایه شکل در تایم فریم 1 ساعته و اگر که چارتمون خیلی بزرگ و روی نمودار روی صفحه‌مون دیده نمیشد، این رو حالت سایه کنیم و در تایم فریم 4 ساعته هم میتونی ازش به عنوان تایم فریم کمکی استفاده کنیم. ولی اگر شما تونستی در تایم فریم 1 ساعته اون موج آخر روندتون رو شناسایی کنید، نیازی دیگه به 4 ساعته نیست. الان روی نماد طلا همینطوری که نگاه میکنید ببینید اگر 2 تا مسئله و 2 تا شرطی که ترند ما رو شکل میده که شرط اول BOS کردن بریک آف استراکچر منشأ لگ دومون و شرط دوم تقارن لگ مد نظر قرار بدیم و روی چارت نگاه کنیم، موج آخر رو به خوبی داریم روی چارت میبینیم. شما نباید برای ترسیم ترند آخر این ریز موج ها رو در نظر بگیرید، شما موج بزرگی رو باید در نظر بگیرید. حالا اگر که بخوام از پایین امواج این روند رو براتون ترسیم بکنم به این صورته.
از این پایین که در نظر بگیرید ببینید خیلی راحت خب امواج این رونده به این صورته. از اونجایی که این فعالیت یا این فرایند ساختارشناسی توسط خودم در پلن و تیم انجام میشه، شما یاد گرفتن این براتون خوبه، چون شاید بعضیاتون رو نمادهای ارزیابی دیجیتال یا نمادهای دیگه کار میکنید، این رو بدونید و کار بکنید و این تخصص رو به دست بیارید که آخرین موج رو باید شناسایی کنید. چرا؟ چون این بهتون این آخرین موج یا آخرین ترند به شما میگه که این نماد جهتش به کدوم سمته و چه روندی رو داره و کی تغییر روند میده. در مورد تغییر روند قطعی گفتیم زمانی که قیمت بیاد منشأ ترند آخر ما رو پرقدرت کلوز بده و ادامه داشته باشه، نه صرفا بیاد کلوز بده و برگرده تو ناحیه دوباره. خیر، باید کلوز بده و ادامه داشته باشه. خب قانون تغییر روند به این صورته. نرید مثل بعضی آموزش ها که منشأ لگستر اگه شکست شد اینجا BMS اتفاق میفته. BMS در استراتژی ما شکست این ناحیه هست. حالا به هر نحوی که بیاد که بهترین حالت پرقدرت اومدنش برای ما ملاکه، چون بعضی موقع با ضعف میاد لیکوید میکنه، از این بالا میاد لیکوید میکنه و بعد میگرده به سمت بالا. جهت جمع آوری منشأ اومده بوده. خب این قانون رو حتما لحاظ کنید. در تایم فریم های پایین هم این قانون صدق میکنه. پس چی گفتیم؟ ابتدا یعنی در مرحله ساختارشناسی ما میایم آخرین ترندمون رو مشخص میکنیم، یا به اصطلاح آخرین موج حرکتیمون رو میایم مشخص میکنیم و بعد از اینکه ترند رو مشخص کردیم و ترسیم کردیم که اگر در جهت بود ما رنگ آبی و محدودهای مشخص شده رو انجام میدیم، اگر که خلاف روند ترند داشت باز هم رنگ قرمز و محدوده های تقریبا آبی رنگ یا فیروزه‌ای رنگ بود که در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. جزئیات رو نمیخوایم بهش اشاره کنیم، فقط میخوام بهتون بگم که شما مثلا به عنوان کسی که میخواد یک نماد دیگه رو تحلیل کنید اول چه کار میکنید، توی ساختارشناسی چه کار میکنید و توی ساختار ورود چه کار میکنید. خب توی ساختارشناسی شما در تایم فریم 1 ساعته و با کمک 4 ساعته میایید موج آخر روندتون رو مشخص میکنید و مشخص میکنید به عنوان ترند آخر. موقعی که ترند آخر رو ترسیم کردیم محدوده های اصلیشو اهم از ترند، منشأ ترند، ماژور قله، ماژور دره و مینورهایی که روی لگ قیمتی آخر قرار داره. شما نگاه میکنید قیمت کجاست؟ اون جایی که قیمت اومده باشه محدوده هایی رو مصرف کرده باشه، مثلا قیمت اومده باشه اینجاها، خب فرض کنید قیمت لایو مارکت اینجاست، قیمت این محدوده ها رو مصرف کرده، مثلا محدوده ها تا اینجا رو مصرف کرده، نیاز نیست دیگه اینها رو ترسیم کنید چون دیگه مصرف شده، اعتبارشون دیگه از دست رفته. فقط محدوده هایی مثل این و محدوده هایی مثل اینجا و اینجا رو باید مشخص بکنید. این نکته هم از اهمیت بود که لازم بود بهتون بگم. پس یادتون باشه برای ترسیم ترند این موجه های روی لگ رو، این ریز موجه ها رو توجه نکنید. اینا همون محدودهای ارزنده شما هستن که امکانی که قیمت بهشون واکنش نشون دهد زیاده. بعد از اینکه ترند ترسیم کردید محدودهای اصلی و محدودهای فرعی روی لگ رو مشخص میکنید. زمانی که ترند آخرتون در جهت و به همراه محدودهاش مشخص کردید نگاه به چارت میکنید، ببینید نگاه کنید که اگر ترندی و یا حرکتی خلاف ترند آخر ما ایجاد شده باشد، مثلا قیمت میاد اینجا و این حرکت رو میزنه، خب
اگر حرکتی در جهت خلاف ترند آخر ما ایجاد شده باشه، این حرکت که میتونه لگ اول باشه، میتونه لگ شماره 1 و 2 باشه، میتونه 1 2 3 خلاف جهت باشه. به عنوان ترند خلاف جهت با رنگ ترند و محدودهای خلاف جهت مشخصش میکنید. موقعی که این کار رو کردید، ساختار شناسی شما به اتمام میرسه. اگر که طبق همین اصول انجام داده باشید، آخرین کاری که شما باید انجام بدید چیه؟ آخرین کاری که باید انجام بدید و وارد قسمت ساختار ورود بشید کاری نیست جز شناسایی ترند ناقص. شما از این به بعد انرژی زیادی روی این قسمت باید صرف کنید، حتی در تایم ورودتون، در ساختار ورودتون. شما ترسیم ترند آخر انجام دادی خلاف جهت و تمام. از این به بعد یک مرزی، یک کار بسیار مهمی بین ساختار ورود و ساختار نمادتون، اون استراکچر اصلیتون اینه. کاری که بین این استراکچر، بین فعالیتی که تا الان انجام دادید و کاری که بین ساختار ورود که میخواید آماده بشید برای ورود و تحلیل میکنید، کاری که باید انجام بدید شناسایی درست ترند ناقص. و این کلمه ترند ناقص رو از این به بعد خیلی ازش استفاده میکنید. ترند ناقص چیه؟ از اونجایی که گفتیم ترند کامل ما شامل لگ شماره 1 ضعف یا همون لگ شماره 2 و لگ شماره 3 با دو شرط BOS و تقریبا تقارن، که BOS نسبت به تقارن ارجحیت داره. چرا؟ چون در تایم های پایین این BOS، این تقارن در اوربیت دوم قرار میگیره و بعضی جاها باید ما به 80% قانع باشیم، 80% لگ قبلی. خب ولی کماکان این دوتا قانون و دوتا شرط رو میتونید در معاملاتتون لحاظ بکنید. چرا؟ چون مارکت مملو از تقارن هاست، از لگ های 1 و 2 و 3 و این 1 2 3 ها هستن که لگ های 1 2 اصلی رو داره شکل میده. ببینید شما رو لگ آخر اگه ببینید، شما اینجا 1 2 3، خب 1 2 3 2 3 2 3، یک ترند آخر تشکیل شده از انواع 1 2 3 های متناوب و متعدد. متناوب یعنی پشت سر هم، متعدد یعنی تعدادشون میتونه از 1 تا چند تا باشه، که اصولا 3 تا میانگین ترند هایی که یک مارکت میکر میاد انجام میده برای اینکه بتونه یک معامله بزرگ رو جمع آوری بکنه، اصولا 3 سیکله. یعنی هر کدوم از اینها یک سیکله محسوب میشه. هر 1 2 3 ما بهش میگیم سایکل، وان سایکل، یک سیکل، یونیک سایکل. خب این سایکل ها هستن که مسیر حرکت و روندها و ترندهای آخر رو شکل میدن. از اونجایی که تعریف ترند گفتیم، بذار نزولش هم بگم. یک ترند کامل یا ترند آخر یا ترند تشکیل شده لگ شماره 1 که قدرت و لگ بعدی که ضعفه که بهش لگ 2 میگیم و بعد از اون لگ شماره 3. یک ترند تشکیل شده از 1 2 و 3. دیگه نمیخواد بگید اصلاح، ضعف، قدرت، خیر. 1 2 3. از این بعد شما با 1 2 3
و 1 2 3 ناقص یا ترند ناقص خیلی کار دارید. این ترند کامله. ترند ناقص ترندی هست که یا 3 یا 2 آن تشکیل نشده، یا به عبارتی ترندی هست که قیمت در لگ شماره 1 یا در لگ شماره 2 قرار داره، یا به عبارتی ترندی که لگ شماره 1 یا لگ شماره 1 و 2 ساخته شده باشه، که اگر لگ 3 باشه میشه ترند کامل. یک جمله دیگه هم همیشه مد نظرت باشه که در اولین جلسه رکن تخصص در موردش صحبت کردم. گفتیم که مبنای تعریف یا معنای استراتژی ما توی این است که مبنای استراتژی ما این است که بعد از هر قدرتی ضعف و بعد از هر ضعفی قدرتی وجود دارد. در مورد این معنی و این تعریف ما خیلی صحبت کردیم، اگر که خاطرتون باشه. تعریف استراتژی ما اون بطن اصلیش اینه که بعد از هر قدرتی ضعف و بعد از هر ضعفی قدرتی وجود دارد، یا بعد از هر ضعفی قدرتی ایجاد می شود. خب معنی استراتژی ما پایش یعنی این بچه ها. این رو حواستون باشه. و همین تعریف یعنی ترند ناقص. یعنی شما باید در تایم فریم های 1 و بعد از اون 15 و بعد از اون 5 دقیقه دنبال ترند ناقص خودتون باید باشید. چرا؟ چون ما قراره با استراتژیمون ترندمون رو کامل کنیم. اینطوری باید در نظر بگیرید. ترند ناقص رو شناسایی میکنیم که منتظر بشیم در نقطه خوبی که قرار ترند کامل بشه ما وارد معامله بشیم. اوکی؟ این نکات رو حتما توی دفترتون یادداشت کنید رفقای من، عزیزان من. شما مثل این در نظر بگیرید که اومدید دانشگاه ترید دارید شغلی رو یاد میگیرید که قراره در سال آینده این موقع زندگی تو تغییر داده باشی باهاش و اینقدر روی این مسئله باید حساب کرده باشی. خب ما ترند ناقص رو تعریفش رو یاد گرفتیم. ترند ناقص ترندی است که روی لگ با پیدا کنیم یا لگ 1 میشه یا لگ 1 و 2، حالا چه صعودی و چه نزولی. روی کجا؟ روی لایو مارکت. بیکاری به ترند آخر ندارید. حالا چرا ما ترند آخر ترسیم میکنیم؟ همونطوری که در جلسات گذشته گفتیم، هدف ما از ترسیم ترند آخر شناسایی روند و قدرت نقدینگی و قدرت جهت نقدینگی مارکت هستش. میخوایم ببینیم که روند الان مثلا توی طلا ما یک روند صعودی قطعی داریم. صعودی
قطعی. و یک نکته ای که فکر میکنم در جلسات اینو نگفتیم، ما زمانی که قیمت بیاد بین منشأ لگ 3 و منشأ ترندمون در این ناحیه، هر زمانی قیمت در این ناحیه قرار گرفت، اینجا بهش میگیم فاز تغییر احتمالی روند. اینجا بهش میگیم بعد از این ماجرا، بعد از این لگ منشأ به این ناحیه میگیم تغییر قطعی روند، تغییر احتمالی روند، تغییر قطعی. اینجا احتمال داره که قیمت از اینجا آماده بشه برای تغییر روند، احتمال داره، ولی زمانی که قیمت اینجا اومد قطعیه. این نکته هم حتما یادداشت کنید و مد نظر داشته باشید و همیشه توی قوانین ترندتون تغییر ساختار، تغییر روند که میگیم، این شروط که منشأ باید از دست بره و اینجا نباید مورد توجه قرار بگیره، و اگر قیمت در این فاز قرار گرفت میشه دیدگاه چی میشه؟ احتمالی، دیدگاه تغییر احتمالی روند. یادتون نره تغییر احتمالی روند فازش این قسمته بین منشأ لگ 3 یا انتهای 2 منشأ لگ 3 و منشأ ترند ما. خب ما توی لایو مارکت در تایم فریم های 1 ساعته و 15 دقیقه باید حتما ترند ناقصمون رو شناسایی کنیم. ترند ناقص ما در لایو مارکت یعنی آخرین حرکت مارکت رو، همین ریز موج ها رو منظورمه. ببینید ریز موج ها رو ببینید، از این پایین اومد اینجا اصلاح کمی خورده رفتیم بالا. الان بچه‌ها تو 1 ساعته ترند ناقص ما میشه اینو باید مشخصش بکنید. اگر در جهت ترند اصلیه بود رنگش آبی، اگر قدرت خلاف بود مثلا اینجا یا مثل اینجا قرمز میشه. اوکی؟ و در 1 ساعته که مشخص کردید میری در تایم 15 دقیقه. خب دوباره برگردیم اینجا که من نامگذاری نواحی یک ترند کامل رو بهتون بگم که بعد از این شما به ترند ناقصتون و تشخیص ناحیه‌تون پی میبرید. ببینید ما 3 تا ناحیه داریم که این قدرت رو ببینید از منشأ یعنی بعد از منشأ که یک قدرت به وجود میاد اینجا تا اینجا یک فازه، یعنی این قدرت همونطور میگین لگ قدرت، ما اومدیم رو نامگذاری کردیم با نامهای لاتین، نماد اختصاری براش گذاشتیم، نام اختصاری گذاشتیم. این یک ناحیه هستش که بهش میگیم ای پی، بهتون میگم چیه. این هم یک ناحیه هستش. مرز بین ام، این که بهش میگن ام یا هم مومنتوم، مرز بین ام، ناحیه ام و ناحیه ای پی که اون لگ هست بهش میگیم پی. میریم برای نامگذاری ها. اول پی. خب من اینا رو نوشتم که وقت ویدیو خیلی گرفته نشه. ما اومدیم ترند رو زوم بندی کردیم. به این عملیاتی که میایم نواحی رو مشخص میکنیم بهش میگین زوم بندی. اول بعد از اینکه شما ترند رو مشخص کردید، ترند ناقصتون، باید بدونید قیمت توی کدوم ناحیه هست، چون تو هر کدومش یک ستاپ باید اجرا بشه، منتظر اجرا یک ستاپ باشید. خب در هر کدومش میدونیم 2 تا ستاپ هم اجرا، ما کلا 2 تا ستاپ ورود داریم که در یکیشون یه دونه، بعد در آینده بهتون میگه در بعضیشون هم یکی از این 2 تا، هر 2 تا ستاپ کامل اجرا میشه. ببینید گفتیم که لگ قدرتی از اون جایی که ببینید ما قبل از اینجا یه ضعف داشتیم دیگه. خب قبل از اینجا که قدرت به وجود بیاد
ما یک ضعف داشتیم، درسته؟ از اون جایی که لگ قدرتی ما شروع میشه که مرزش میشه اینجا، یعنی تا اینجا شک داشتیم که این سطح قراره بشکنه، از اون جایی که شکست معتبر که استراتژی ما بر اساس اون استواره ایجاد میشه، این ناحیه رو از ناحیه به سمت قدرت رو میگیم EP. نامگذاری و دلیل نامگذاریش هم بچه دلایل فنی پشتین بود و ما خودمون نامگذاری ها رو انجام دادیم. لگ قدرت رو بهش میگیم EP. مختصر 2 تا کلمه انگلیسی بودش که ما گذاشتیم که فقط EP، P و M بچه حالا میشناسن. حالا چی بود و چی نبوده خیلی ما مهم نیست، ما مهمی که اینها رو خوب یاد بگیریم. پس لگ قدرت از اون جایی که شکست معتبر اتفاق میفته و لگ رسمیت پیدا میکنه بهش میگیم EP. قبل از اون یک روند ضعف داشتیم دیگه. چرا میگیم ضعف؟ چون تعریفمون اینه، بعد از هر ضعفی قدرت، بعد از قدرتی ضعف، و این نوسانات مارکت رو داره شکل میگیره. پس شناسایی زوم خودتون خیلی براتون مهمه که به ستاب ورودتون میرسید. خب پس قدرت شد EP، اون ضعف بعد از قدرت و قبل از قدرت همون لگ شماره 2 ما بهش میگیم چی؟ M. اون ضعف قبل از قدرت. حالا ضعف ها انواع اقسامشون بهتون خواهم گفت. در جلسات گذشته در مورد ضعف ها گفتیم که ضعف های منظم، نامنظم، از لحاظ جهتی ضعف های استاتیک و ضعف های داینامیک در موردش صحبت کردیم. پس لگ شماره 2 برای ما نامگذاری شده به M. بذار اینو بذارم اینجا. M ضعف ها یعنی M در هر تایم فریمی هم که باشید بچه، چه 15 چه 5 چه 1، اینها همون نام دارن. تو هر تایم فریمی ترند تشکیل میشه، تو هر تایم فریمی شما ترند ناقص دارید که باید منتظر تکمیل شده ترند تو باشید که مبنای استراتژی ما دقیقا همینه. چون 2 بار 3 بار که کار کردید قشنگ معنی ترند رو میدونید چی بچه. خیلی سخت نیست، نیاز نیست خیلی سخت بگیرید. خب پس گفتیم لگ قدرت رو ما میگیم EP، لگ شماره 2 یا ضعف رو میگیم M. در همه تایم فریم ها این نامگذاری صدق میکنه. شما فقط باید بدونید چه موقعیت و چه زومی هستید. پس P چی میشه؟ P حد فاصله بین EP و M. اون جایی که شکست اتفاق میافتد بهش میگیم P. خب اون جایی که شکست اتفاق میافتد بهش میگیم P. و دقیقا استراتژی ما هم یکی از ستاپ‌های قدرتمند و بر اساس همینه. نقطه ورود ما همین ناحیه میشه. اون جایی که به اصطلاح BMS اتفاق میفته ما تازه ورود میزنیم به اشکال و با دلایل مختصر و با شروط خاص خودش. خب که اون شروط مهمه. تمام استراتژی ما اون شروط ارزشش رو بالا میبره. اون شروط مورد تایید و ستاره دار، با قول ما 5 ستاره رو میده روی استراتژی. پس موقعیت ها رو مشخص کردیم. اون جایی که قدرت شروع میشه و ضعف مثلا قدرت شروع میشه و جای تموم میشه بهش میگیم EP. و ضعف قبلش کل اون فرآیند ضعف رو میگیم M. حد فاصله EP و MP. اینجا ببینید اینجا قدرت، اینجا M، مرز بین EP و این EP، اینم M میشه چی؟ P. اینجا میشه P.
M. دوباره یک روند نزولی دارید. ببینید اون جایی که BMS اتفاق میفته، اون جایی که تغییر فاز اتفاق میفته رفیق من بهش میگیم P. تغییر فاز یعنی این لگ صعودی بوده تبدیل میشه به یک لگ نزولی. مهم نیست ضعف یا قدرته، همین که تغییر فاز اتفاق میفته P در اون لحظه ایجاد میشه و شکست معتبر رو ما بهش میگیم P، مرز بین فاز دیگه و فاز قبلی، فاز جدید و فاز قبلی. خب ببینید الان M به وجود اومده، این M نزولی دیگه، لگ نزولیه، از اینجا تبدیل میشه به لگ صعودی. مرز کجا اتفاق میفته؟ آخرین سطحی که شکسته میشه که ما این سطوح رو بهشون میگی ایندیوسمنت، آخرین قله و سقف‌ها. قله در اصلاح‌های نزولی، سقف‌ها، درها در چیه؟ در لگ‌های صعودی. قله در روندهای نزولی، در روندهای صعودی یا ضعف‌های صعودی گفته میشه. اینجا پی کجا اتفاق افتاده؟ اینجا. این خط مشکی پیه، این کلش امه، اینجا میشه ای پی. پس شناسایی زوم بندی برای ما مهمه که به یک ترند ناقص درست دست پیدا کنید. شما اگه ببینید که در ای پی هستید منتظر میشید یا ستاپ این مسیر رو بگیرید یا منتظر میشه ام شروع بشه ستاپ توی مسیر ام رو ببینید. در مورد ستاپ های ورود در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد. خب الان شما پایه ساختار ورودتون رو دارید یاد میگیرید. از ساختار ورود دیگه شما باید زوم بندی رو رعایت کنید. چرا؟ چون باید ترند ناقصتون رو پیدا بکنید، باید ترند ناقصتون رو مشخص و ترسیمش کنید. اگر که در جهت بود با رنگ مشخص و اگر که در جهت خلاف ترند آخر بود با رنگ خلاف جهت. حالا توی همین لگ ترند نزولیمون منجر اینجور اگه که بگیم، حتی ببینید اینجا نکته هستش، اون جایی گفتیم که تغییر فازهای اون جای اتفاق میفته بهش میگیم پی. یه تغییر فاز از لگ قدرتی یا ای پی نزولی به ام صعودی، اینجا هم از ام صعودی به ای پی نزولی. مرز بین این دوتا فاز رو میگیم پی. بسخواهی میکنم پی. کلمه پی از پاور گرفته شده بچه ها. کلمه ام از مومنت گرفته شده. مومنت همین ضعف ها، مومنتوم اگه شنیده باشید، مومنتوم یعنی حرکت های ضعفی یا حرکت قیمت بشه مومنت. این حرکت ها حرکت شامل قدرت و ضعفه. خب نامگذاری این لگه این بالاش که همون پی بود، قبلش امی که کارش نداره چون ترسیم نکردیم. این لگ قدرتی رو بهش میگه چی؟ ای پی. این تمرین امروزتون بچه ها، تمرین امروزتون که حتما انجام بدید. مرز بین تغییر فاز نزولی به صعودی بهش میگیم پی. تغییر فاز روند صعودی به نزولی به ای پی میشه پی. خب این ای پی نزولی و ام صعودی، اینجا ای پی صعودی و ام نزولی و اینا میشه ام. بچه ها کار سخت نیست، فقط دقت میخواد که شما با دقت اینها رو انجام بدید. خب چون اساس ورود شما دقیقا همیناست. پس ضعف ها یه لگ شماره 2 شد M، قدرت ها EP، مرز بین ضعف و قدرت اون جایی که تغییر فاز اتفاق میفته میشه P. خب در مورد ایندیوسمنت ها میخوایم صحبت کنیم. ببینید روی هر لگی
حالا چطوری تشکیل میدید در جلسات بعد. موضوع خیلی زیاد داریم بچه‌ها. روی هر لگی شما در نظر بگیرید ریزموج‌های زیادی ایجاد شده. خب خصوصا در تایم‌های ورودتون هرچه تایم پایین‌تر میره این ریزموج‌ها بیشتر میشه. این قله و سقف‌ها رو بهش ما میگیم ایندیوسمنت. خب سطوح قله و سقف مثلا روند صعودی در نظر بگیرید قله و سقف داره. خب حالا شدت، مقدار، تعدادش اینا متفاوته. ما اینجا قله داریم، اینجا دره داریم. این قله و دره های متعدد و متناوب پشت سر هم رو هر کدومشو بهشون میگه ایندیوسمنت. ایندیوسمنت الان اسمش هم می‌نویسم بچه‌ها که خیلی با این جملات کار دارید. ایندیوسمنت سطوح استاب ما بهش میگیم سطوح استاب. هر کدوم از قله ها رو سطح استاب بهش میگیم، چون موقعی کسی که وارد معامله ای مثلا معامله بای اینجا شده باشه حد ضررش رو پشت این ناحیه گذاشته. این سطوح قله و دره ها رو بهش میگیم ایندیوسمنت یا سطح استاب که ما از ایندیوسمنت خیلی استفاده میکنیم. جا افتاده بالاخره رو همین کلمه ما تعریف استراتژی رو انجام دادیم دیگه. پس ببینید الان توی این تایم فریم این موجا سقف‌ها هر کدوم این سقف‌ها یا قله ها یا این قله و این دره ها بهش میگی ایندیوسمنت. اگر نزولی باشه میشه قله میشه ایندیوسمنت. اگه صعودی باشه دره میشه ایندیوسمنت، که ایندیوسمنت هم با این نام شناخته میشه IND ایندیوسمنت. تو هر تایم فریمی قله و سقف های پشت سر قیمت رو میگیم ایندیوسمنت. حالا ایندیوسمنت آخر یعنی چی؟ مثلا قیمت در این ناحیه قرار داره، آخرین قله یا سقف اگر روند ما اون روند ضعف نزولی باشه آخرین قله میشه ایندیوسمنت آخر، و اگر روند صعودی باشه آخرین دره میشه ایندیوسمنت آخر. ایندیوسمنت آخر یعنی اون سطح استاب آخر، قله و دره آخر. خیلی ساده، خیلی شفاف. خب اینا رو اگه بنویسید شما خاطرتون میمونه. دوستانی که تجربه کار داشته باشن از همین ادبیات که استفاده کردیم سطح استاب قله و دره دیگه مشخص شد براشون. حتی نامگذاری اینها هم حالا دیگه چون تجربه کار دارن براشون راحته. میمونه دوستانی که تازه با این ادبیات آشنا شدن فقط کافیه که دقت داشته باشن و تمرین کنن. اتفاقا این دوستان زودتر اینها رو تو ذهنشون جا میگیره. چرا؟ چون گذشته ای از اطلاعات یا سابقه ای از این اطلاعاتی که به واسطه آموزش‌های متعدد میواد جمع کنن جمع نکردن، و این خیلی فرصت خوبی برای دوستانی که تازه با شغل ترید و استراتژی و این اولی استراتژیشونه و انشالله آخری استراتژیشون باشه و با همین زندگیشون بهشون قول میدن تغییر میدن. الان ببینید بچه‌ها رو همین ترند آخر خودمون این لگ قدرت رو کلش میگیم EP EP، لگ شماره 2 رو میگیم M، اینا میگیم EP. مرز بین تغییر فازها از صعودی اینجا میشه EP میشه P، این پایین ان نزولی به صعودی هم میشه P. خب که در هر تایم فریمی اینها دیده میشه. تمرینی که باید در این جلسه انجام بدید در تایم فریم 1 ساعته، در تایم فریم 15 دقیقه، در تایم فریم 5 دقیقه. دوباره میگم خدمتتون در تایم فریم 1H 15 دقیقه 15M، در تایم فریم
در این تایم فریم ها کاری که باید انجام بدید، هر کدومشون ترند آخرتون رو باید پیدا بکنید. ترند آخرتون رو باید پیدا بکنید. ترند آخر، اگر شما با یک ترند صعودی مواجه بودید، شما همین ترند آخرتون، یعنی کاری به این، اگر کاملا بود ترند آخر همین قدرته، اگر 2 رو داشت همین 1 2 رو مشخص بکنید. اگر نه فقط همین 1 بود یا 1 2 بود، همین 1 2. اگر کامل ترند بود شما قدرت آخر. چرا؟ چون شما باید اینو ناقصش رو مشخص بکنید دیگه. ستابت رو روی این اجرا میشه، میرید برای اینکه امش رو بگیرید. این ای پیه، بعد امش رو میگیرید و بعد میرید برای ای پی و اون پی گرفتن ها. خب اگه 1 بود، اگر که ای پی بود، ای پیش رو مشخص میکنید و اگه ای پی و ام بود، امش هم مشخص میکنید. ترند ناقصتون در تایم فریم 1 ساعته، 15 دقیقه و 5 دقیقه مشخص بشه. هر جهتی که داشت، اگر صعودی بود توی طلا، در جهت ترند آخرتون رو هر نمادی میتونید تمرین کنید. در جهت، اگر در جهت ترند آخرتون، ترند 1 ساعته که تمرین کردین چند وقت روش، اون ترند مثل اینجا توی 1 ساعته در جهت این رنگش آبی میشه. اگر رفتی 15 دقیقه، این 15 دقیقه تو شد، یا 5 دقیقه شما شد، ولی نزولی میشه قرمز. با چی مشخص میکنید؟ با ابزار پد، با این ابزاری که ابزار پد. مثلا الان ببینید من توی طلا لگ آخرم ترند ناقصه من اینه، چون قبلش یه ضعف داشته دیگه. الان برای من این ترند ناقصمه، چون در جهت ترند ما آبیش میکنم. الان چه وضعیتی داره قیمت؟ الان قیمت شروع 2، یعنی اولی که داره امه به وجود میاد. حالا یا به وجود میاد یا به وجود نمیاد، چون لگ نزول داره برعکس ترند من داره حرکت میکنه. این اول ام هستش که در تایمای پایین بهتر دیده میشه. بعد از اینکه ببین اینجا هم یه نکته الان بهش اشاره کردیم در این قسمت، این بود دیگه. ما اینجا اینو داشتیم، خب 1 2 3 هم داشتیم، ولی اومدیم فوکوسمون رو گذاشتیم اینجا. ما داریم مثل ذره‌بین بچه‌ها، الان کار ما خیلی اساس شده. ما اومدیم تمام اینو گذاشتیم کنار، الان داریم ذره‌بین گذاشتیم. ببینید قیمت در کدوم فاز قرار داره. در ای پی است، یک ترند مشخص کردیم ترند ناقصمون رو، بعد مشخص میکنیم در ای پی و یا ام کجای مشخصش میکنیم. خب یعنی از اینجا به بعد کار ما بسیار دشوار و حرفه‌ای میشه. در تایم 1 ساعت 15 دقیقه و 5 دقیقه ترند آخرتون رو اگر در جهت بود رنگ آبی و رنگ آبی، اگر در جهت خلاف بود رنگ قرمز. الان 1 ساعت مشخص کردیم. موقعی که ترندتون ناقصتون مشخص کردین، همون کاری رو که اونجا روی ترسیم ترند کامل انجام میدادید که فاز دوم بعد از ترسیم خط چیکار میکردید؟ بعد از ترسیم ترند میرفتید محدوده ها رو مشخص میکردید. درسته؟ ما این ترنده رو داریم دیگه. الان محدوده های روی این ترند رو ما میاییم مشخص میکنیم. اول منشأش، چون در جهت این صورت، حالا اینجا یه گپ داریم تا این قسمت. کوچیکشو کنید که خیلی تو تایمای پایین میرید چی نشه براتون. این هم یه گپ 1 ساعته. دقیقا همون کاری رو در ترند کامل انجام دادید الان روی ترند ناقصتون رو انجام میدید. ببین بچه‌ها، شما دارین اینقدر متمرکز کار میکنید، قدر با کیفیت کار میکنید، دارین این کار رو انجام میدید. شما الان ذره بین دستتون گرفتید، قشنگ دارین به نقطه ورود درست دارید میرسید و این فوق العاده است. ببین در آینده ورودهایی که میزنید دقیقاً بر همین مبناه.
شما ترند ناقص همیشه میگه جلو علمدار شما میشه ترند ناقص و بعد میرید برای کامل کردن ترند ناقصتون. شما ترند ناقص رو موقع پیدا کنید تلاش میکنید برای ورودات در راستای چی تکمیل شده ترند ناقص به ترند کاملتون، ترند آخرتون. توی یک ساعته مشخص کردید، میرید توی 15 دقیقه. بچه الان چون من دارم روی طلا کار میکنم، شما هم میتونید روی طلا کار بکنید. هم اگه بیشتر میخواست خودتون رو محک بزنید، میتونید روی یک نماد دیگه هم کار بکنید، مثلا یورو یو اس دی، پوند یو اس دی، ای یو دی یو اس دی، دلار استرالیا به دلار آمریکا، یا یو اس دی جی بی های. خب اینا میتونید نمادهای ماژور برید کار بکنید. ببینید یعنی همون محدوده که ما توی یک ساعته مشخص کردیم. الان ما توی 15 دقیقه چی میبینیم؟ ما توی 15 دقیقه بچه‌ها ببینید اینو میبینیم دیگه، 1 2 3 و این ریخته. الان توی 15 دقیقه اینجا 1 و 2 مواجه هستیم، درسته؟ ما اینجا 1 داریم، اینم 2 در مقابل این 1 و 2. توی 15 دقیقه ما 1 رو داریم و اینجا هم 2 خلاف جهته، چون خلاف جهت قرمزش میکنیم. حالا اینجا چه کار میکنیم؟ چون خلاف جهت داره ما یه منشأ بالا داریم دیگه، منشأش هم چون خلاف جهت مشخص، ببین با همین کیفیت با همین دقت باید انجام بدیم. اینجا هم یه منشأ داریم، اینو مشخص میکنید. حالا یک گره نقدینگی هم اینجا داریم توی لیر نزولیه. یک نکته اینجا باید بگم، ببینید چون ترند ما سعودیه، محدوده های بالای قیمت از بالا به پایین میاد دیگه، میشه خلاف جهت. ترسیم ترندشون قرمز، محدوده بی رنگ. محدوده های پایین قیمت میشه در جهت. دقیقا همون رو ترند آخره چه رنگایی رعایت کردی تو یک ساعته. اینجا هم همون قوانین، چیز دیگری نیست. خب ببین بچه‌ها، شما اینجا علاوه بر اینکه 1 2 3 دارید، میتونید لگ آخرتون رو حتی یک ساعته در نظر بگیرید، چون اصلاحش خیلی عمیق نبود. میتونید و اگرم از دست رفت، یعنی قیمت اومد به سمت پایین، شما توی 15 دقیقه تون هم پاکش میگه همون یک ساعته شما میشه. شما توی یک ساعته این قسمت رو خوب نمیدید، درسته؟ پس میشه قدرت حتی توی 15 دقیقه ما میشه اینجا. حالا ما این لگ رو در نظر گرفتیم و محدودهاش هم مشخص کردیم. گپ داریم، منشأ داریم، اینجا گره داشتیم، بالا هم یه گره داشتیم، اینجا یه مینور داشتیم، عذرخواهی میکنم، 2 تا گپ داشتید و یه منشأ خلاف جهت. یک چی خلاف جهت؟ گره نقدینگی خلاف جهت داشتیم. ما داریم رو لایف مارکت داریم تمرین میکنیم بچه‌ها. خب روی لایف مارکت داریم ثابت میکنیم که یه استراتژی داره چطوری کار میکنه. خب 15 دقیقه هم که تمرین کردید، میرید تو تایم 5 دقیقه. تمرین اول، تمرینتون که گفتم شناسایی ترند آخر در یک ساعت، 15 و 5 دقیقه و مشخص کردن محدوده ها با توجه به اون رنگبندی هایی که خدمتون عرض کردیم. توی 5 دقیقه هم دقیقاً همین حکم میکنه. فعلا دقیقاً توی 5 دقیقه چیزی داریم میبینیم، یه قدرت رو داریم میبینیم که اینجوری نوسانه بیشتر شده. چون قیمت اینجاست، ما این قدرت رو میتونیم در نظر. یه سعودی داره که کلش هم برامون چون خیلی بزرگ نشده، این لگه توی یک ساعت خیلی بزرگ نبود، به همین جهت توی 15 دقیقه داریم به خوبی داریم میبینیدش. یک ترند داره که میتونه کلش رو یک ترند ناقص در نظر بگیریم. از منشأ این حرکت که توی یک ساعت یه حرکت قوی بود، از منشأ تا اون مقصدش که بالاترین نقطه است، ما کلا یک ترند در نظر میگیریم و در مقابلش محدودهاش رو مشخص کردیم. الان توی 5 دقیقه
ما محدوده ای که باید مشخص کنیم آخر قدرتمون شده این دیگه. آخر قدرتمون نزولیه که با توی 15 دقیقه ما مشخصش کردیم. اینو میتونید کمی بیارید اینور و تمرین آخر در 5 دقیقه. در 5 دقیقه آخرین ایندیوسمنتتون رو باید مشخص بکنید در تایم فریم 5 دقیقه. در تایم فریم 5 دقیقه، نه در 15 دقیقه، نه در 1 ساعته. در تایم فریم 5 دقیقه علاوه بر اینکه اگر یک ترند ناقصی داشتید که دارید ولی تو 15 دقیقه مشخص شده هر دو تا، هم صعودیش هم نزولیش، الان آخرین ایندیوسمنتتون رو مشخص میکنید. گفتیم آخرین ایندیوسمنت در لایو مارکت، آخرین سقف یا کف پشت سر قیمت. اگر روند نزولی بود مثل اینجا، آخرین قله رو مشخص میکنید با چی؟ با این ابزار، با ابزار محدوده. ولی رنگ ایندیوسمنت ها مشکی میشه. حالا مشکی تیره یا مشکی وسط. بذار این خط رو پاکش کنم. اگه توی 5 دقیقه اومدید و یک اصلاح داشتید، در 2 مثلا بودید، خب مثل اینجا، اگه در قدرت بود کارش نداریم. اگه در اصلاح بود توی 5 دقیقه که اصولا این حالتی هست، چون قیمت اصولا داره سودهاشو برمیداره توی مارکت، بعضی موقع شارپیه، بعضی موقع میبینید اینجاست، حتی اینجا هم میشه اصلاحش میشه اینجا، آخری سطح اصلاحش میشه اینجا. اگر یک اصلاح یا یک روند کوچیک نزولی بود، شما قله رو به عنوان ایندیوسمنت آخر IND می نویسید. اینجا ببینید کاری که اینجا انجام بدید، لایو مارکت اینجاست دیگه. آخرین، چون روند نزولی، آخرین قله میشه دیگه. اگه قیمت رو به بالا بود، آخرین دره میشه ایندیوسمنت شما. این تمرینیه که شما رو من دارم محک میزنم بچه، دقتتون رو دارم محک میزنم و خیلی از این به بعد رو با اینا کار داریم ها. اون ترین ترسیم کردن خیلی براتون راحت بود، چون چیزی بود که کار کرده بودید، چیزی بود که راحت یادش گرفتید. ولی از این به بعد میخواید ورود منطقی و اصولی داشته باشید و این بسیار مهمه. خب اگر روند صعودی بود، آخرین دره رو به عنوان ایندیوسمنت باید مشخص کن با رنگ مشکی، یعنی خط دورش مشکیه، وسطش هم از این رنگ. ببین سطل رو که بزنید، رنگ دومی، رنگ سوم هم میشه. خب هیچ ایرادی نداره، خیلی پررنگ نمیشه. حالا ما اونو میزنیم موقعی اگه که کندل یا این یا این فرق نمیکنه، از اول دوم سوم چهارم هر کدومشون بزنید تو یک رنجه. ولی سومی چهارمی روشن‌تر، زمانی که کندل مشکی اینجا بود راحت‌تر دیده بشه. اینجا ببینید کندل ها مشکی نزولی دیگه. اینجا ما تو لایو مارکت بودیم، یا آخرین ایندیوسمنت ما 1 2 3 داشت میاد پایین، با ضعف نسبت به این داشت گارد میگرفت و آخرین ایندیوسمنتش اینجاست. یه نهایه بالا مشخص کردیم، میذاریم بالای اون که تداخل نداشته باشه. نمیخواد ایندیوسمنت رو تا آخر ببرید، مثلا لازم نیست. خب هم کمی هم مشخص بشه، چون رنگش مشکیه. این یعنی نقطه ورود شما. در صورتی که شکست معتبر باشه، شما میتونید اینجا معامله بای بگیرید، یعنی به شرطی که قیمت، الان اینو لازم نیست، قیمت با ضعف بره بالا پایین، با ضعف اگه میومد پایین با قدرت میومد بالا، شما اینجا معامله بای میگرفتید. حد ضررتون اینجا 80% این لگر رو یا این لگر رو میتونید بگیرید، ریوارد 2 حداقل میتونید بگیرید. این حال من در جلسات آینده، هر جلسه سوم یا جلسه چهارم بهتون میگم و شاید جلسه دوم. این تمرین خیلی مهمه، این تمرین خیلی مهمه، حتما انجام بدید، حتما چندین بار ببینید. پس چی شد تمرین؟ در تایم فریم 1 ساعته
و 15 دقیقه و 5 دقیقه. آخرین ترند رو مشخص میکنید، یا ترند ناقصه یا کامل. اگه کامل بود اون لگ یکش یا 1 و 2 مشخص میکنید و موقعی که مشخص کردید اگه در جهت بود رنگ محدوداش هم مشخص میکنید با رنگ خاص. اگه خلاف جهت داشت چیکار میکنید؟ اون لگ برگشتی 2 رو خلاف جهت مشخص میکنید با رنگ مخصوص. اینجا نداشت. خب اینجا نداشت، یه لگ سعودی بود. بعد لیگ های ترند آخر بچه‌ها اون جایی که تجمع زیادی داشته باشه، مثلا توی 1 ساعت هستیم، ببین اینجا تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریبا 15 ساعت اینجا بوده امروز اگه اشتباه نکنم. 18 ساعت امروز، 18 ساعت اینجا بوده. این دیگه نیاز نیست ما حتما تقارن داشته باشیم. این تقارن معنی نداره. شما بعد از یک ضعف قدرتی وجود بیاد، اون قدرته میشه ترند ناقص شما. توی این شرایط برای این تمرین حکمش اینه. چرا؟ چون بعضی موقع میبینید این رفت بالا، از اینجا رفت بالا اومد تا اینجا، یه اصلاح کوچیکی ما اونجا دیدیم. خب که بعد باید معامله بای بگیریم. پس ما در 1 ساعت ترند ناقص، در 15 دقیقه ترند ناقص، در 5 دقیقه هم ترند ناقص. بعضی مواقع میبینید که توی 1 ساعت مشخص کردید، توی 15 دقیقه دیگه نیاز نیست. خب توی 15 دقیقه ببینید مثل اینجا نیاز نیست دیگه ترسیم کنید، دارید میبینید دیگه. خب و میتونید اینو 1 2 3 ترسیم کنید، این ترند آخرتون توی 15 دقیقه. ولی به خاطری که بعد از این تجمع توی 1 ساعت خارج شده، این کلش رو اگر یک قدرت در نظر بگیرید، حتی توی 5 دقیقه کلش رو و اینا رو به عنوان مینور مشخص کنید، خیلی منطقی تره و فرصت ورودهای خیلی خوبی رو بهتون میده. اوکی. بعد از اینکه ترند مشخص کردید، محدودهاشو با توجه به خلاف جهت و در جهت رنگ بندیاشو رعایت میکنید و بعد در نهایت میرید در 5 دقیقه که ترند آخر اگر داشت مشخص میکنه. اگر با 15 دقیقه هم پوشانی داشت، یعنی هم پوشانی یعنی چی؟ یعنی اومدید توی 5 دقیقه میبینید که این لگ آخر من توی 15 دقیقه مشخص کردم، پس دیگه لازم نیست توی 5 دقیقه مشخص کنید. حواستون باشه نریدید تیکه کوچیک رو مشخص کنید، لازم نیست. شما همین رو که مشخص بکنید روی این محدودا رو مشخص میکنید. اگه تو 15 دقیقه مشخص شد باشه محدودا که فبر مراد، اگر که نه دوباره میایید تو 5 دقیقه محدوداشو کاملتر میکنید. اوکی؟ اوکی. امیدوارم که اوکی رو گفته باشید. توی 5 دقیقه بعد از اینکه شما ترند ناقص و محدودهای اگه لازم بود ترسیم میکنید مشخص میکنید، رنگ بندی رو رعایت میکنید. اون رنگ بندی رو چند بار دارم تاکید میکنم. چرا؟ چون موفقیت شما در گروه نظمه. نظم یعنی رعایت همین نکاتی که من دارم رعایت میکنم بچه‌ها. خب و موقعی اگر دیدید توی 5 دقیقه کارات انجام دادید، مشخص کردن و ترسیم ایندیوسمنت آخر، آخرین قله در روندها یا حرکت‌های نزولی و آخرین دره در حرکت‌های صعودی. یعنی اگه ضعف صعودی بود، آخرین دره در ضعف‌های صعودی یا همون ام صعودی در ام های نزولی میشه چی؟ آخرین قله. قیمت اینجاست. این میشه آخرین ایندیوسمنت. اینو که مشخص کردید عکس از 5 دقیقه میفرستید داخل گروه. خب بعد چه کارایی اینها دارن بعدا بهتون میگم. اینجا هم یه اشاره کردم بهش که نقطه ورود ازش پیدا میکنید. خب و بعد یه سری شروط داره که شما نقطه وروداتون رو با توجه به اون شروط باید مد نظر قرار بدید. پس تمرین مشخص شد، 3 مرتبه تکرار کردم. امیدوارم که تمرینات انجام بدید و بفرستید و اگر که کوتاهی بکنید هیچ انتظاری برای خودتون نمیتونید داشته باشید که موفق بشید. این استراتژی بسیار قدرتمنده در صورتی که بهش اهمیت بدید و تمرینایی که بهتون گفتم رو دقیق اجرا بکنید. دوستانی که تازه با این استراتژی آشنا شدن یا تازه با شغل ترید آشنا شدن، اینا براشون کمی سخته، ولی تمرین کنید. با تمرین همه چیز سهل و آسون میشه بچه‌ها. ما که
به جایی رسیدین یا نرسیدین یا تجربه دارین، بچه‌ها روز اول مثل شما بودیم. ما کندل ها رو نمیشناختیم، ما چارت رو نمیدونستیم یعنی چه، کندل رو نمیتونستیم، تایم فریم رو نمیدونستیم، ولی با تمرین تونستیم بهشون برسیم و تخصص خودمون رو زیاد کردیم. شما هم نباید ناراحت باشین، نگران باشین، فقط تمرین 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 تمرین. بهتون قول میدم نسبت به کسایی که سابقه ترید دارن بهتر عمل میکنید، چون مسئله و منطقه روانشناسی پشت این قضیه است. مسائل ذهنیتی که شما آمادگی بیشتری برای موفقیت در این مسیر دارید. نه این مثل هر شغلی که تازه باشه آشنا بشه اصولش رو از همون اول رعایت بکنید اوکی. دوستانی که سابقه ترید دارن فقط لازمه که اطلاعات جدید رو جایگزین اطلاعات قبلی کنید و اون زمان میبره، حداقل 3 هفته 3 ماه و 90 رو پله پله باید اطلاعات رو پاک کنید. نکاتی که در جلسات اول و دوم گفتم حتما مد نظر قرار بدید. مسائل ذهنی و لایف استایل بسیار تا بسیار مهمه. تمرین رو حتما انجام بدید و در قسمت تمرین و معاملات بذارید داخل گروه پلن افزایش مهارت، اونجا ببینم اگه موردی باشه خدمتتون عرض میکنم. تا جلسه بعد و تمرینات بعد شما رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.